آنهایی که میگویید جاوا اسکریپت مزخرف است. هایدر فانکشن دیدین؟ چی شد؟ کم بردی؟ با اینکه از الکوئنت حالم به هم میخوره، ولی این تیکه رو خیلی خوب توضیح داده. توضیح رو با اینجا شروع میکنیم. میخوام فاکتوریل 10 حساب کنم. فاکتوریل چی؟ پنیک نکن، از 1 تا 10 نوشتیم، میخوام با هم دیگه جمع بکنیم. 2 تا حالت میتونیم کد بزنیم. یکی اینطوری متغیر تعریف کنیم و بعد یه وایل بزنیم و خسته کنسول لاگ بزنیم تمام. یه طور هم میتونیم اینطوری خفن کد بزنیم. بیایم بگیم با رنج 1 تا 10 رو بگیریم، بعد جمعشون بکنیم و تاش چاپ بکنیم. اگر برات واضح نیست که چرا کد دوم بهتره، بعد در مورد ابسترکشن صحبت بکنیم. فرض کن میخوایم پیتزا درست بکنیم. 2 تا دستور پخت جلومون میذارم. یکیش اینطوری شروع میشه که برید 793 گرم گوجه فرنگی بردارین، به روش فرانسوی قاچش بکنین، بعد حالا اینا رو رنده بکنین، 2 گرم نمک، 3.5 گرم فلفل و 5 گرم زردچوبه بهش بزنین. حالا بزنین 10 دقیقه رو حرارت 33 درجه بپزه، بعد تازه روغن زیتون اسپانیایی بهش اضافه بکنین. تازه سس گوجهتون آماده است. حالا میریم سراغ خمیر پیتزا. بسه، خیلی طولانیه، اصلا حوصله‌شو ندارم. اما یه دستور پخت دیگه است که اینطوریه که خمیر پیتزا رو بذارین جلوتون، 3 قاشق سس گوجه روش بذارین، مخلفات اضافه کنین. توی دومی ما فارغ از این که جزئیات درست کردن سس گوجه و پنیر پیتزا چیه، بهمون یه دستور کلی گفت، یک دستور ابسترکت گفت. با اینکه در مورد جزئیات صحبت نکرد، ولی ما کاملا فهمیدیم که چطوری میتونیم یه پیتزا درست بکنیم. حالا اگر برامون سوال بود که چه شکلی سس گوجه باید درست کنیم، چه شکلی باید بریم خمیر پیتزا درست بکنیم، میریم نگاه میکنیم ببینیم دستور جداگانه سس پیتزا و خمیر پیتزا چه شکلیه. یک کد ترتمیز و خفن، کدی که بتونه این ابسترکشن رو خیلی خوب پیاده سازی کرده باشه. ما با یه مرور کلی روش قشنگ بفهمیم که اجزای اصلی چیه و کلیت کار چه شکلی داره اتفاق میفته. بعد میتونیم بریم ببینیم خب حالا فانکشن درست کردن سس گوجه چیه، فانکشن درست کردن خمیر پیتزا چیه، و داخل اون هم یه سری فانکشن ریزتره. ابسترکشن به ما این امکان رو میده که خیلی سریع بفهمیم چی به چیه. حالا چه شکلی ابسترکشن رو میتونیم پیاده سازی بکنیم؟ با کمک یک کامپوزیشن خوب، یعنی اجزای مسئله رو بتونیم به یه سری تیک‌های کوچیک ساده تقسیم بکنیم. بعد بیایم این اجزای کوچولو کنار هم قرار بدیم که کارهای پیچیده تری بتونن انجام بدن. حالا های اوردر فانکشن ابزاریه که به ما اجازه میده این کامپوزیشن رو خیلی خوب انجام بدیم و در نهایت یه ابسترکشن خوبی تو کدمون حاکم باشه. حالا ماش یه مقاله داره در مورد های اوردر فانکشن، یه تیکه‌ای داره میگه چرا های اوردر فانکشن. حالا میگه که همونطور گفتم، میگه این های اوردر فانکشن کمک میکنه اون کامپوزیشن رو خیلی خوب هندل بکنه. در نتیجه اون کامپوزیشن شما یه کد ساده و تمیز داری. میگه که حالا که کد ساده و زیبا دارین، از خوبیاش اینه که باگ‌های کمتری هم دارین و میگه که تست و دیباگش هم آسان تره. چرا؟ چون یه سری فانکشن های کوچولو دارین که هر کدوم قراره یک کار خاص انجام بدن و این یعنی که تستش خیلی آسون داره و خب کدی هم که بتونی راحت تست بکنی باگ‌های کمتری داره. پس دیباگ این هم خیلی آسون تره. خب فهمیدیم های اوردر فانکشن خیلی چیز خفن و باحالی و عجب غریبیه، ولی های اوردر فانکشن بالاخره چیه؟ تعریفش نکردیم هنوز. قبل از اینکه بخوایم ببینیم های اوردر فانکشن چیه، یک اتفاق هیجان انگیز توی جاوا اسکریپت با هم دیگه نگاه کنیم. ما تو خیلی از زبون‌ها یک چنین کدی رو میتونیم بزنیم، یه فانکشن تعریف می‌کنیم، بعدش هم یه خروجی میگیم، ولی تو خیلی از زبون‌ها نمیتونیم این کارو بکنیم. بیایم بگیم و بوم، چیکار کردیم؟ ما فانکشنمون رو مثل یه دیتا ریختیم تو متغیرمون و از اون متغیر عین فانکشن استفاده کرد. خفنیتی که اینجا وجود داره اینه که جاوا اسکریپت با فانکشن ها هم مثل داده ها برخورد میکنه. میتونیم همه اون کارهایی که با یه متغیر یا یه داده میکنیم و با فانکشنمون هم انجام بدیم. برای همین میتونیم فانکشن رو به عنوان ورودی به یه تابع بدیم و حتی به عنوان خروجی از تابع بدیم بیرون. به اون فانکشنی که داره به عنوان ورودی فانکشن دیگه میگیره یا به عنوان خروجی فانکشن پاس میده بیرون میگن های اوردر فانکشن. خفن نیست؟
خیلی هیجان انگیزه. حالا باحالش اینه که هر روز داریم از اینا استفاده میکنیم. ما احتمالاً هر روز داریم از فیلتر استفاده میکنیم، از مپ استفاده میکنیم، از سام استفاده میکنیم. نه از سام استفاده نمیکنیم، ولی از کلی از اینا، از ریدیوسر داریم استفاده میکنیم، از خیلیشون داریم استفاده میکنیم. ولی من به شخصه هنوز نفهمیده بودم که چه قدرت خفنی دارن. همین امیدوارم که بتونی از این های اوردر فانکشن استفاده کنی و کدای خیلی جذاب بزنی. اینکه تا انتهای ویدیو همراه بودی باعث افتخاره. تا ویدیو بعدی، فعلا.